سلام به همگی. راستش رو بخواین اولین باری که شنیدم میشه دیابت نوع 2 رو معکوس کرد، فکر کردم یه جورایی شوخیه. ولی امروز میخوام بهتون نشون بدم که این موضوع نه تنها شوخی نیست، بلکه کاملاً بر پایه علم و راهکارهای اثبات شده است. خب بیاین صاف و پوستکنده بریم سر اصل مطلب. آیا واقعاً میشه دیابت نوع 2 رو برگردوند؟ جواب کوتاه و قاطع اینه بله. و توی این برنامه قرار دقیقاً ببینیم علم چطور این در رو به روی ما باز کرده. خیلی خوب. برای اینکه بتونیم هر مشکلی رو حل کنیم، اول باید بفهمیم دقیقاً با چی طرفیم. پس بیایید ببینیم ریشه اصلی دیابت نوع 2 چیه. در واقع ما با یه اختلال متابولیک طرفیم که 2 تا دلیل اصلی داره. ببینید، مشکل 2 قسمته. از یه طرف مقاومت به انسولین رو داریم، یعنی سلولهای بدن دیگه به حرف انسولین گوش نمیدن و در نتیجه قلب نمیتونه وارد سلولها بشه و توی خون بالا میمونه. از طرف دیگه پانکراس یا همون لوزالمعده به معنای واقعی کلمه خسته شده و دیگه نمیتونه انسولین کافی و با کیفیت تولید کنه. اما خبر خوب چیه؟ خبر خوب اینه که هر دوی این مشکلات رو میشه حل کرد. بسیار خوب. حالا که مشکل رو شناختیم، وقتشه بریم سراغ راه حل‌ها. این 9 تا راهکار صرفاً یه لیست ساده نیستن ها. بهشون به چشم یه جعبه ابزار کامل نگاه کنید. یه برنامه یک پارچه که به شما کمک میکنه کنترل سلامتیتون رو دوباره به دست بگیرید. این کل نقشه راه ماست. از کاهش کربوهیدرات و روزه‌داری شروع می‌کنیم و میریم سراغ یه سری نکات فوق‌العاده جالب مثل ترتیب غذا خوردن و حتی ساعت بیولوژیکی بدن. پس بزن بریم هر کدوم رو با هم باز کنیم. قدم اول و شاید بشه گفت یکی از مهمترین ها، باید بار رو از روی دوش بدن برداریم. وقتی مصرف کربوهیدرات هایی مثل نون و برنج رو به کمتر از 130 گرم در روز میرسونیم، 2 تا اتفاق کلیدی میفته. اول اینکه به پانکراس فرصت استراحت و بازسازی میدیم. دوم اینکه بدن رو مجبور می‌کنیم به جای قند سراغ چربی‌های ذخیره شده بره و اونها رو بسوزونه. و این فقط حرف نیست، کاملاً عملیه. نتایجش فوق‌العاده است. توی یه تحقیق بزرگ روی 262 بیمار، فقط بعد از 6 ماه رژیم کم کربوهیدرات، میانگین قند 3 ماهشون یا همون HbA1c از عدد نگران کننده 82 به 6.1 رسید. این یعنی یک بهبود باور نکردنی. خب میرسیم به راهکار دوم، روزه‌داری متناوب یا intermittent fasting. یه الگوی خیلی رایجش اینه که شما از 8 شب دیگه چیزی نمیخورین تا 12 ظهر فردا. اتفاق جالبی که میفته اینه که بعد از حدود 12 ساعت بدن یه فرایند پاکسازی داخلی فوق‌العاده به اسم اتوفاژی رو شروع میکنه. انگار که دکمه ریست بدن رو فشار میدین. پس وقتی ما بین 12 تا 16 ساعت روزه هستیم، دقیقاً چی میشه؟ اول از همه اتوفاژی فعال میشه و سلولهای پیر و آسیب دیده را بازیافت میکنه. دوم، سطح انسولین توی خون پایین میاد و حساسیت سلولها بهش بیشتر میشه. سوم، بدن شیفت میکنه به حالت چربی سوزی و در نهایت به سلولهای ارزشمند پانکراس فرصت ترمیم داده میشه. این واقعاً یکی از قدرتمندترین ابزارهای ماست. راهکار سوم، دوست خوب ما فیبره. فیبرهای محلول مثل اونایی که توی سبزیجات هستن، وقتی وارد دستگاه گوارش ما میشن، یه جور ماده ژل مانند درست میکنن. این ژل مثل یه اسفنج عمل میکنه، جذب قند رو خیلی آهسته میکنه و جلوی بالا رفتن ناگهانی قند خون رو میگیره. هدفمون اینه که روزی 35 تا 40 گرم فیبر مصرف کنیم. حالا که با فیبر آشنا شدیم، میرسیم به یه فرمول خیلی کاربردی، کربوهیدرات خالص. ببینید، فیبر توی بدن ما هضم نمیشه و قند خون رو هم بالا نمیبره. پس برای اینکه بفهمیم یه ماده غذایی واقعاً چقدر روی قند خون تأثیر داره، خیلی ساده مقدار فیبرش رو از کل کربوهیدراتش کم میکنیم. این یه ابزار عالی برای انتخاب‌های هوشمندانه تره. و حالا راهکار چهارم، انتخاب کربوهیدرات‌های هوشمند، یعنی اونهایی که شاخص گلیسمی یا GI پایینی دارند. این تحقیق از هاروارد خیلی قشنگ نشون میده که مشکل اصلی کالری نیست، بلکه میزان فراوری شدنه. هر 3 گروه صبحانه همکالری خوردن، ولی جوی 2 سر فراوری شده قند خون رو منفجر کرد، در حالی که سبزیجات یه واکنش خیلی آروم و ملایم ایجاد کردن.
خب، آماده اید برای یه ترفند بیولوژیکی خیلی خیلی جالب؟ سوالم اینه: آیا واقعاً فرقی میکنه که ما اول مرغ و سالات رو بخوریم یا اول برنج رو؟ جوابی که علم به این سوال میده ممکنه حسابی غافلگیرتون کنه. بله، نه تنها اهمیت داره، بلکه تأثیرش فوق‌العاده است. اگه شما پروتئین و سبزیجات رو فقط 15 دقیقه قبل از کربوهیدرات‌ها بخورید، میتونید افزایش ناگهانی قند خون بعد از غذا رو نزدیک به 30% کاهش بدید. باور نکردنیه، نه؟ دلیلش اینه که پروتئین یه هورمون به اسم GLP-1 آزاد میکنه که سرعت هضم رو کم میکنه. راهکار ششم خیلی ساده و دمدستیه. کافیه به وعده‌هایی که کربوهیدرات بالایی دارن، یکم اسید طبیعی مثل سرکه سیب یا آبلیمو اضافه کنید. این اسیدها یه آنزیمی توی دهان به اسم آمیلاز رو که کارش هضم کربوهیدراته تا حدی خنثی میکنن. نتیجهش اینه که بار قندی کمتری وارد بدن شما میشه. یه ترفند ساده و مؤثر. و حالا میرسیم به یه مفهوم خیلی جذاب به اسم نشاسته مقاوم. این یه جورایی مثل یه شعبده بازی توی آشپزخونه است. وقتی شما غذاهای نشاسته‌ای مثل برنج یا سیب زمینی رو میپزید و بعد میذارید سرد بشن، ساختار مولکولی اون نشاسته تغییر میکنه و به چیزی تبدیل میشه که بدن ما دیگه نمیتونه به راحتی هضمش کنه. و این تغییر ساختار چه تأثیری داره؟ فوق‌العاده. برنجی که سرد شده و دوباره گرم شده میتونه تا 10 برابر نشاسته مقاوم بیشتری داشته باشه و پاسخ قند خون رو تا 23% کم کنه. این نشاسته به جای اینکه قند خونتون رو بالا ببره، صاف میره توی روده و غذای باکتری‌های خوب روده میشه. این راهکار شاید ساده ترین و در عین حال یکی از مؤثرترین ها باشه. فقط یه پیاده‌روی 15 دقیقه‌ای بعد از غذا. این کار باعث میشه یه پروتئین به اسم گلوتفور توی عضلات فعال بشه. این پروتئین مثل یه جارو برقی عمل میکنه و قند رو مستقیم از توی خون میکشه داخل عضلات تا فوراً به عنوان انرژی مصرف بشه. به همین سادگی. و اما راهکار نهم که خیلی‌ها بهش بی‌توجهن، احترام به ساعت بیولوژیکی بدن. تأثیر این موضوع واقعاً تکان دهنده است. خوردن دقیقاً همون وعده غذایی در ساعت 9 شب به جای 6 عصر میتونه قند خون رو خیلی بیشتر بالا ببره. چرا؟ چون شبها هورمون ملاتونین ترشح میشه که یه جورایی ضد انسولین عمل میکنه و کارایی بدن ما رو برای پردازش قند پایین میاره. خب، همونطور که دیدید اینها صرفاً یه سری ترفند جدا از هم نیستن. این 9 تا راهکار وقتی کنار هم قرار میگیرن، یه سیستم قدرتمند و هماهنگ رو تشکیل میدن که هم حساسیت به انسولین رو بهتر میکنه و هم به عملکرد پانکراس کمک میکنه. و پیام اصلی تمام این بحث‌ها توی همین یک جمله خلاصه میشه. دیابت نوع 2 یک بیماری قابل برگشته، به شرط اینکه رویکردمون علمی، سیستماتیک و البته مداوم باشه. این یه پیام فوق‌العاده قدرتمند و پر از امیده. و به عنوان آخرین و مهمترین نکته، لطفاً یادتون باشه که این اطلاعات برای افزایش آگاهی شماست و جایگزین توصیه پزشکی نیست. قبل از اینکه هر تغییری توی رژیم غذایی یا برنامه درمانیتون بدید، حتماً با پزشک متخصصتون مشورت کنید تا این مسیر رو به امن‌ترین و مؤثرترین شکل ممکن طی کنید. این دانش ابزار شماست برای اینکه داستان سلامتیتون رو خودتون بنویسید.